سالهای 93 92 خیلی اومده از طرف سیلا به دستم پدر و مادر ما کشتن. شما دشمنی ما گفته بیرحمانه کشتن شما پدری پیر مادری پیر ما طرف دولتی گفته اومده کشتن. پدر و مردی دهقان بود شوانه در اومدن خیلی کشتن شما. و سال 99 اکم سمندر امیدو سمندر و از طرف سیلا به دستان امیده ها بردن اکم فریو نران کرد کشتن پدری بوغو. با خیلی شکری ای اکام کرشتیم. سال 2000 برادرم اسکندر حمید اسکندر با اویلش و 3 فرزندش با زنش. دادرم حمید قلندر با اویلش. جیانم شما بای حمید 18 ساله مدثر جیانم با یک سالدت مهمان همش با فریو نیرنگ اومده اکم اسکندر بودن در قطعی جیانم بودن در دیگه جو کشتن فریو کرده که ما تو در چیز آورده میخری گفته یو اومده با ماندگی را دادر مقطعی اویلش و گودکا اومدن بیرحمانه در خانه کشتن. ساعتهای 2 شب گودکای دری گواره را کشتن. زن حامیله را کشتن. زن حامیله را کشتن. ما خانه شوهرام خبر شدیم اومدیم خانه میخه خانه میخه ماتم خانه 11 نفر مرده. با همه سلاح به دستان آمده همه‌شون نظر کردن که میکنن که اگه جاش کشته باشن اگه جاش پرانده باشن گفته با ایزان کشیده آمدن مرده ها را دیدن و با ما خیلی اختراع گفتیم خیلی شما کشتگی دیگه کی میکشن اینا را دولتی کشتگی. اما گفتیم هیچ وقت دولتی نمیبیا فرزنده بوده که گواره را کشه یا زن حامیله را کشه اما کی میکشه؟ اما مجاهده خونخوری آدم خور شما